زمان حیات حضرت صلی الله علیه و سلم هم همه صحابه ها معامله شو به حسد همه خیلی بدوخی. یک روز حضرت چی میکنه؟ حجومه میکنه، خون حجومه را میگیرن در یک ظرف. حضرت عبدالله ابن زبیر بچه که میده بود، بچه 8 ساله، دست همه عبدالله ابن زبیر را میکنن که بر خونه بریز، مقصد در زمین یه همی در میبروه و میقچش میقپن، گوشش میگیرن پیش حضرت میورن لو درش پری خونه خونه چکو کردی. حضرت میگه دلی من نشید که مقصد من خون شما را بگیرم در زمین بریزم. حضرت سرش یه سیله کرده آبا گو انم تریت را دهانوتم تا خونشار میشه و با ای دنیا میره. هم خیلی همشی حضرت تیر خون در حلقش تیر خون. در همین وقتی که بدبخت حجاج ابن یوسف اومد مکه مکرمه را محاصره کرده، هم جنگ میرفت، عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه در همین حلقش تیر خورد، همین تا ای دهنش هم تا خون جوری شد، ای دهن بینیش. یا یک مقصد که یک غلام بود، یک کنیزه پیشو حضرت صلی الله علیه و سلم او وقت بیمار بود که در ظرف میگرفتن دادنش که همین را بریز، دلشون نمیشید که همون را در زمین بریزم، همون را گرفت استعمال کرد. این تری چیزا اومده گیای. البته حضرت منع میکرده، نه که همین مسئله یا مسئله هست که او یا شخصیتی بزرگی که بزرگیش همیشه ببینید خیلی اوخی، یا مخلوق همه بینیم کم تر علم داره، ای بزرگای پویه اسلام ای فلان و بسم الله ستون دین ای گفته این قدر مبالغش میکنیم. اوخی پیغمبر زنده را دیدن در پیشو همین قدر محبت داشتن که الان بعد وقتی که مصنفایی که کتاب نوشتن کو این همین به همون غلو عمل کردن. مردم پیش دروغ که کم میگفتیم به چرا سودا بودن میگه پرو باور میکردن. همین یه جو که میشیدن میگفتن نموشید بید که همین مثلا مسئله باشه که دروغ بودن. آبا چه تفسیر رو ببینه یا اوج ابن عنق هست نوشگریش و خدی او را ای کاری بر موی را میگرفت در افتو میپختش اوخی ایتاری یک چیزای اومده است. همین را با همین مفسرای بزرگ می نویسند در کتابشون. برای چی؟ باورشون هم میگه که همین موضوع باشه که یک کسی خودش دروغ بوده. همین اویسته مبالغه شد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل اویله خودش غسل دادن. همون مراسم غسل رسول الله صلی الله علیه و سلم دا عباس شرکت کرده است. عباس مقصد امر میکرده تک او تک علی اشتراک کرده گیای، فضل اشتراک کرده گیای، قسم اشتراک کرده گیای، فرزندای حضرت عباس. مقصد همون اهل خاندان غسلش داده گیای. بله واقعی همون آبم در زمین میروه. این خاصیتی همین آبم میگه که اخیر در زمین میروه هست. مقصد که همون آبم افتخار میکنه انشالله که بدن پیامبر صلی الله علیه و سلم در رسیده است. برای او یه افتخاره. میگن مثلا که با ابر شد و باد شد و کلای امام حسین اومد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همین را باور کنه همین شدت محبت شونه مردم گفتنده. بعد همین مبالغه و ایستا همین رنگ شکل ریال را گرفت. این همین توهاز را ما میگیم که قبر زین العابدین در جلیکولا یا نمیکجا در جعفر صادق در دشت جمعه یا اگر هم حضرت در امر سرشانی اومدگی نیستن. این محبت زیاد یک قبر بنوم همون خوندن دیگه مردم غلو کردن. این سبب داره. سببش همیه که شاید هم بسیاری ها خشام شده باور میکنن. هم دستی؟ بعد ای بلوی منبر هر خیل مردم گپ میزنن. با خیال میکنه این بلوی منبر شد یا دلیوگیر میشه. هر کس موافق علم خودش، موافق خواندگی خودش، موافق فهمش خودش گپ میزنه. هستن آدمایی که میخوان مردم به وجد بیاین. با هم طریق قصور هم میکنن. دستی؟ هستن آدمایی که این همه کتابا را خوندگی میگو که این کتابایی هستن مثل درة الناصحین و درة الواعظین و اون کتابایی که تر ای خشک فرق نمیکنن، فربه ای خراب فرق نمیکنن. این همیتا عرضش گرده و کرده هر چی نوشتیم همون رو میخونی. مثلا آدم میگه بچه میگه نخواه همین مصنفی همین دروغ بگه. بعد با دلیلش چه؟ آخه همون کتاب ننوشتگی ای کو؟ بعضی کتاب ابراهیمی نقاش نوشته است.
اونم زیاد همین چیزایی مبالغه‌های از عقل به بالا هم گفته است. مقصد شاید یگون ژورنالیست حرفه‌ای های بعد خدای تعالی یک مایل محبت از دلش دختر همین موضوع را دست میزنه لیکن متخصص کی نیست های یک بیتورا بگیری و برای همین آدم بگید جراحی که چیکار میکنه آدم های حیوان فرق میکنه باید هر کس نامعقولی خود کنه هر کس کاری خود کنه ایمان تریش دست دیگه ژورنالیست دعوای ملوگی میکنه و ارتیست دعوای معلمی میکنه و دیگه کارم خیلی شده یک سوال کنم اما که حاجی همین اصلا برای اون که نماز جمعه درست شوه در مذهب امام اعظم ابو حنیفه بعضی شرط ها مطرح شده است 6 شرط ادای نماز جمعه در مذهب حنفی وجود دارد هستی اگر یکی از همون شرط های ادا واقع نشوند نماز فرض احتیاط یعنی فرض پیشینی وقتی فرض میشه واقعی هستی باید خونده شود همون شرط های احتیاطی کدام است مصر یا فینای مصر یعنی شهر باشه یا حکم شهر داشته باشه دههای کلون باشه که مثلا آدم زیاد داره رستوهاش در مقابل همدیگر فرو داره سلطان یا نایب سلطان یعنی اجازه رسمی داشته باشه به مسجد هستی انا اذن عام داشته باشه یگان مسلمانی بالغ عاقل از مسجد منع نکنه هیچ کس خب انا وقتی زوال باشه این هم وقتی پیشین باشه یعنی پیش از زوال و بعدی گذشتن زوال بعدی در وقتی عصر دیگه درست نمیشه جماعت باشه غیر امام لا اقل 3 مرد بالغ عاقل که هر کدومش امکان امامتی داشته باشه دستی انا خطبه های اما شروط همیو اگر به شرطی که یگون تاش یکی ما بود و یگون تاش واقعی نشوه باید که فرض احتیاطی خونده شوه واجب میشوه حتی همین محمد عبدالحی لطفی به همین سطح دانش و همین معرفت داره خب میگه که در همین شهرها هم مستحسنه خوبه اگر به شرطی که فرض احتیاط بکنه او در دیهات مقصد که بسیار سختگیری کرده این مسئله را از میان علمای ما و فقهای ما همین ابن نجیم مصری ابو حنیفه سونی همین کم ترالچی گرفته است که در همین شهر و فرض احتیاط خونده نشود که این مقصد که مثل شک در عبادت می شود بعد نماز جمعه شک خونده است گویا که در عبادت خود شک داره باز از سری نو می خونه نه که همین را بود در شک ها انا اصلاحش میکنن که نه این شک در عبادت نیست شک در شروع ادای عبادت فرق میکنه انا مقصد که به هر وجه صورت اگر به شرط کسی همین فرض احتیاط بخونه همین شب و روزای مودا لا اقل همین هیچ نگید بخونه واقعی بسیار نادر کم از مسجده که همین 6 شرط ادا در اونجا واقع شود همین دستی برای هیچ اشکال نداره خیر بخونه و خیر انشاءالله همین طریق خوف و خطرها وجود دارن این کار فقط مون شافعی مذهب را میکنن و با کلاگیش میخونن در همه جا میکنن این فرض احتیاط اما فرض پیشینی وقتی احتیاط اما را میخونن نماز جمعه را میخونن فقط حکم میروان جماعت با پیشین و هم فرض احتیاط با جماعت میخونن همش جماعت میخونن همین مقصد که کسی میخونه بخونه کسی نمیخونه نخونه خیال میکنم که همیش درست داره استاد مسئله کودک گرفتن اینترنت ایکون دیدون چی میشه همین آدم مثلا آینده کلانش هم محرم میشن و محرم میشن ماشاءالله مسئله دو حقیقتا مسئله خوبه ولی هم مسئله همین شیرخورگی را متاسفانه در جامعه مردم خوب درک نکردیان نمیدونن مسئله اینمی رضا همین قدر جهالت در جامعه ای که ولی بعضا آدم در فکر میرود که این قدر بز ایکیو پیدا شده باشه از برای خدا دهه نیست چند بز نداشته باشه مسجد نیست چند بز نداشته باشه او یگون جمعیت نیست این بز نداشته باشه در صورتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کرده است من سعى بالناس فهو لغیر رشد هر کسی که نمی بزی خبرکشی میگیره او حرامزاده ای خدای تعالی در قرآن میگه همون صفاتای بد ناخوب همو ولید ابن مغیره را وقتی میگه بعد ذالک زنیم میگه زنی من همو شخصی را میگن که نمیتاری یفتقی
کودکی که با کلانسال میشه یک کسی خودش میکنش برای همین خود حیران میشه چجوری پیدا شده باشه آخه مردم ایمون نکاح میکنن الحمدلله در تاجیکستان یگان کسی نیست که به نکاح زن بگیره خیال میکنم که بسیارش حساب یا نمیاد در رودام یک زنک شیر داشت 20 کودک شیر میداد این بدبختا دیگه یا تحقیق نکنن آخه او کودک کیه چیه حالت میشوه که برادر رضایی خواهر رضایی خشم میگیره الان جزیره چی آخه وقتی بین او نکاح نیست فرزند میشدگیشو البته حرامزاده به دنیا میآید اصلا زن به اجازه شوهر حق شیر دادن کسی را نداره هر کسی را اجازه دادن باید حتما ثبتش کنن کی را شیر داده است حکم رضا مثل حکم نسب است هر چیزی را که نسب حرام میگردونه رضا هم همون حکم داره یعنی از برای خدا یا دختر خطی شیر خوردگی ایا مادر ایا زنک بگذار زنی بیگانه باشه هر دایم خوردگی آنمو دختر برای تو خواهرت میشه رنگ نمی خواهری ردنایت حرام میشه برای تو نکاحش یا کس زنگ میزنه با خدا قسم به اوی دیده میگه که من 8 سال خانه‌داری کردم کودک نداشتم این آواز یک دقیقه دیزنم یک کودک شده است همینجا یا عمه داریم بیوه عمه میگم که همون خودی هر تمام شیر داده که این چی میشه خونه عمهش بسوزه که روی و میبری در همون وقتش بگو یگنه بین همیون نکاح نیست اونم کودک حرامزاده چیزی که به نکاح هست اگر چنده گناهگار نیست برای این مسئله جدی این مسئله رضا بسیار اهمیت بوده این مسئله ای دوم کودک گرفتن نگفتی یا خدا کسی کودک میگیره بهتر و خوبتر ای است که یگان آدمی تهدام بگیره هستن آدمایی که نشگریشو ای دختر میرمن ناشگری میکنن بر چیزش که میگه ابورتش که این طریق تصوفات ها هم هستن اما اوزی رفته است دختر گفته میگه بر ابورتش که این همی آدمی که تهدام ای میدونی که حلال زاده ای هم تری را بگیری خوبتر و بهتر ای نه که همون رودام هم که گرفتی مقصد اصول بگه بیتره فهمیدم صبر کن محتلی بردیش بسته مردمانده یو همین تمام برای خوردن مگرم که دست تبو شوی آستین تبولو کنی دست درست کنی پیچونی شوخم یک برو نمی پرک محرم نامحرم اومدیم اکثری همین کار اومده اشتیم خدیم مقصد اگر به شرطی که پسرچه بگیرم پسرچه باید که همون کودک بهترش 2 ساله خورد باشه اگر چند امام اعظم ابو حنیفه 2.5 ساله گفته است ما بودو اگر هم 2.5 ساله را تا 2.5 ساله را حکم رضا ثابت میشود نه که با احتیاط نزدیکترش همین 2 ساله و 2 ساله خورد باشه کودک اگر پسرچه باشه یگان خیشی نزدیکی زنک شیر بده تا همین 2 سالگیشه خواهر شای اپشای یگان جیان شای مثال دختری اکشای دختری اپشای همیو شیرش بده در اون صورت همین خوله الان کودکک میشوه خوله رضاعیش محرم میشوه اگر به شرطی که دخترک بگیرن یگان خیشی نزدیک شوهر باید باشی تا اینکه تقویشه یا تقویشه امکشه چیزش بشوه هم دستی اگر تو همون 2 سالگی را شیر دادن با حکم رضا حرمت ثابت میشه بینشو دیگه او محرم شد نه که اگر ندادن او بیگانه هست اصل حضرت زکات داره اصل ماشاءالله انا نه سوالای دل نیده اومده یک اصل میگه زکات داره اصل زکات داره بچه اگر تمام اشیا با کم در مذهب اختلافی باشه اینا مثلا امام اعظم ابو حنیفه میگه که هر چیزی که باشه در قلیل کثیرش واجب میشه و کو زکات در قلیل مثلا این اصل از زکات نمیگن عشر میگن در قلیل کثیرش عشر واجب میشه و امامین میگن که نه این همه حاصلاتی که میگیری کو اگر از 5 وسق کم باشه نداره عشر 5 وسقش شاید همین 900 کیلو زیادتر شود 910 920 کیلو میشه اما در اصل یگان اختلاف نیست اتفاقی است اصل در قلیل کثیرش عشر واجب میشه فرق نداره او در خونه اصلا نگهبین میکنی در کیستان نگهبینش میکنی اصل عشر داره بچهای اصل پرور عشرش حتما دادن در کار
Якас суол кардая мо шабакаҳои гуфтиян дар